محصلین و دکترای محترم از افغانستان سلام. با نشر یک ویدیوی کوتاه در مورد امارای کمر و چه قسم ما بتانیم وقت امارای بر ما میرسه او را تحلیل کنیم در خدمت شما هستم. البته این تحلیل از نظر رادیولوژیست و همچنان راپوری که بر شما میرسه و او را بخوانین چه قسم تا مشکل بفهمین میتونه به درد بخوره همه دکترها باشه، به خصوص کسایی که مریض و رادیولوژی و بخش امارای میفرستن و اونا چه قسم بفهمن تا راپوری که برشان میرسه مشکل در کجا هست، و همچنان به کسایی که مریضا را فیلمشان میبینه و یا عکس‌ها برشان به شکل دیجیتال میرسه میتونن از این ویدیو بهره بگیرن. البته مریضه که ما مریض جوان است، مریضی هست که در مدت 6 ماه برش یک مشکل در درد کمر برش پیدا شده بوده و همچنان یک اندازه درد و بی‌حسی به یک طرف پایش انتشار میکرد. با وجود تداوی غیر جراحی توسط دوا درد مریض ادامه داره و دکتر صاحبی را میفرسته برای معاینه امارای. معاینه امارایش وقتی بر ما میرسه شما متوجه شوین ما ایران بزرگ کردیم اینجا. امارای اکثرا اگر دیجیتال شما براتان برسه بهتر است تا او را به شکل دیجیتال ببینین، به خاطر از این که وقتی که امارای براتان دیجیتال میرسه شما امکانات بیشتری را دارین تا اینکه زوم کنین، ببینین، نزدیک کنین و همچنان همی حالتی که مثلا شما اگر بخواین یک نقطه را ببینین میتونین از چندین زوایا و چندین سیکونس هایی که گرفته شده او را ببینین. در امارایی که اکثرا به شکل استاندارد اخذ میشه امارایی است که در دو سیکونس T1 و T2 اخذ میشه. شما اگر متوجه شوین در این قسمت T2 است، T2 به این معنی سیگنال آب در سفید رنگ معلوم میشه و همچنان سیگنال شحم تحت الجلدی را اگر ببینین اینجا هم سفید رنگ است. در T1 ما که سیکونس در پهلویش قرار داره و ایره اگر من خورد کنم شما میبینین که سیگنال آب در ساحه که سیگنال در T2 سفید بود در T1 سیاه تر است، اما سیگنال شحم تغییر نکرده، سیگنال شحم سفید است. از این بر ما نشان میده که ما این قسمتی سیگنال T1 ما داریم این T2 هست و مقاطع اکسیال یا مقاطعی که به شکل قطع شده به شکل اکسیال اینا هم در T2 قطع شده. مقاطع را اگر بالایش کلیک کنیم شما میبینیم که در کدام مقطع هستیم و این یک راهنمای بسیار خوب است به خاطر دیدن ساحه که آیا به طرف راست است یا طرف چپ. از نظر رادیولوژیست ما میتونیم از نظر به پروتکل استاندارد که برای ما میرسه ما میتونیم بدون از اینکه ببینیم در مقطع دیگه خود و این را کورلیت کنیم یا تطابق بدیم ما میفهمیم از نظر به مقطعی که به ما رسیده که در کدام قسمت است. اما دکتر صاحبایی که این را میبینن جراحی یا داخله اونا باید این دو مقاطع را با هم دیگر تطابق بدن تا اینکه اگر جراحی میشه یا عملیات میشه باید سایه مورد نظر باید عملیات شود، طرف مقابلش پیش مثلا غلط نکنیم به طرف راست طرف چپ عملیات کنیم. این نقاطی هست که مهم است. بعضی اوقات پیش مریضا بعضی از پروتروژن ها و دیسک برآمدگی دیسک بسیار کم اندک موجود است، در دو طرف موجود است، بعضیشان سیمپتوماتیک می باشه بعضیشان اسیمپتوماتیک است. باید فرق شود کدامش عملیات شود کدامش نشه. اگر استطباب عملیات پیش مریض ما دیدیم، استطبابات عملیات به صورت عموم در صورتی که اگر پیش مریض یک کم قوتی، منظورم از کم اسی نیست، کم قوتی حرکی پیش مریض موجود باشه یا فلج که مترافق با فلج عمو زوج باشه، یا اگر در متوجه باشین که اگر شما ببینین هر زوجی که از یا هر اعصابی که از مبرای از کمر از نهایت مختلفش از ساحات مختلف ساحه مربوط نظر خود در پای در سورین اروا میکنه به اصطلاح تعصیب میکنه و باید ما تشخیص ما از نظر کلینیکی مطابقت کنه با تشخیص رادیولوژیک ما
وقتی که تشخیص رادیولوژیک مطابقت کرد و در صورتی که عدم کفایی حرکی موجود بود، به این معنا که فلج حرکی موجود بود، استتباب عملیات است. در یک حالتی که باید بگویم که به نام کاودا اکوینا سندروم میگن، در این صورت تمام نظر به فرو رفتگی یا به اصطلاح دیسکی که واقع میشه در ساحه کاودا اکوینا یا در همون ذنب الفرس که میگیم که از L2 به پایان است. در این ساحه اکثرا وقتی که تحت فشار قرار میگیره، مریض با وجودی که کم درد داره، کم قوتی حرکی داره، پیش از اونها احتباس ادرار و همچنان عدم کنترل مسیرهای انورکتال پیشان به وجود میاد که در اون صورت استتباب عملیات به شکل عاجل و آنی است، به خاطر که اگر وقت بالاش تیر بگذره و این عملیات نشه، سبب به وجود آمدن عدم کفایت در این ساحه میشه که نه تنها مشکل درد و مشکل فلج پیش مریض موجود است، بلکه مشکل ادرار و مثانه و همچنان تقوعد پیشان موجود می باشه که این باز مشکل مریض دوامدار میکنه. در صورتی که اگر فلج حرکی موجود نبود و فقط مشکل ما درد بود و کم حسی یا بی‌حسی و یا زیاد حسی که به اصطلاح دیس استیزیا میگیمش و هایپو استیزیا یا هایپر استیزیا باشه همراه درد، در اون صورت استتباب عملیات آنن به اصطلاح موجود نیست و میشه که مریض به شکل غیر عملیاتی با تداوی و با حرکات و با استرچینگ، با فیزیوتراپی، با دادن دواهایی که سبب میشه که التهاب کم کنه در ساحه، میتونیم یک اندازه کمک کنیم. البته در اکثریت واقعات کسایی که عملیات شدن و کسایی که در این حالت عملیات نشدن، کسایی که عملیات نشدن از نظر انظار بعد از یک سال و 1.5 سال اگر ببینیم، اونها انظار بهتر دارن، به او خاطر عملیات باید نزد همگی اجرا نشه. خب وقتی که ببینیم بالای مریض خود میبینیم، مریض ما به طرف چپشان مشکل داشت، درد و بی‌حسی داره. شما اگر بالای سکونس T2 اگر متوجه شوین، دیسکای بین الفقری رو میبینیم که یک اندازه سفیدی داره در خود. این سفیدی که در دیسکا به شکل موجود است نشان دهنده مایع یا آب میکنه که دیسکایی که به شکل نرمال باشه از خود یک اندازه آب داره. آب سبب میشه که امول لزوجیت یا قوام خود دیسک نگاه کنه. قسمت مرکزیش زیادتر آب داره که انولوس به اصطلاح گفته میشه برش. و باشین که ما یک دیسکورد از اینجا آف کنم. موضوعی که گفتیم دیسک ما آب داره، این دیسک ما از نظر مورفولوژی خود نرمال است، اما در ساحه L4 و L5 اگر ببینیم، شما ببینید که ES1 است، L5 است، L4، L3، L2، L1 و این هم TH12 یا تورکل 12 است. در ساحه بین L4 و L5 میبینیم دیسک ما از نظر آب داشتن خود کم شده، به این خاطر سیارنگ معلوم میشه. در T2 ما سیارنگ است، در T1 ما دیسک به شکل هست که ما کدام زیاد فرق را بین دیسکای نرمال و غیر نرمال نمی کنیم. اگر همی دیسک خودم ما در خط متوسط شه ببینیم، متوجه باشین وقتی خط متوسط میگم ما در مقطع اکسیال میبینم همچنان که ما در خط متوسط قرار دارم. در خط متوسط ما کدام یک اندازه بارزه بسیار کوچک دیگه موجود است، اما با طرف چپ اگر برم این بارزه بیشتر میشه و شما میبینین که در اینجا یک اندازه پروتروژن دیسک به طرف چپ نسبت به طرف راست زیادتر دیده میشه. مشکل مریض ما هم به طرف چپ است و به این خاطر ما پس میرم در مقطع اکسیال میبینم که آیا کدام نمی فاصله بین مفصلی که بین L4 و L5 قرار داره، آیا کانال بین فقری که در اینجا موجود است آیا این زیر فشار است یا نه. متوجه باشین ما وقتی که بالا از این برم مقطع ما تغییر میکنه و در اینجا میبینم ما کدام سطح قرار دارم و نظر به اینجا ما میبینم که کانال ما در این سطح موجود است. کانال باز است، کانال ما آخرین قسمت از L4 نشان میده و حالا اگر پایان تر برم خود کانال میبینم. کانال ما باز است، مشحمه و آب از یک نالشه در اینجا به خوبی میبینم. شما اگر متوجه شوین
در طرف چپ بارزن نسبت به طرف راست دیسک ما زیادتر متبارز است اینجا و در این قسمت اگر ما ایره قرار بتم بخصوص در T2 شما میبینید که اینجا امکان ازی است که یک رشته عصبی که ایسا هم میایه در تماس با دیسک فقری باشه. ما ایره نسبتاً بزرگ میکنم. متوجه باشین ما در خودم این ساحه هستم و یک اندازه بالا و پایان میریم. جایی که تماس اعصاب در اینجا برای ما یک اندازه معلوم میشه. این عصب است که در امی سطح نمیبراید بلکه یک رسس یا یک مقطع از رسس عصبی است که در زوج پایان تر از این ساحه میبراید. متوجه باشین اعصابی که در سایه L4 و L5 میبراید منشه خود از سطح بالاتر میگیره. شما به اینجا اگه متوجه شوین این اعصابی که میبراید عبارت از اینی اعصاب است در بین L4 و L5 و این را اگر ما ببینیم منشهش بالاتر است و این حساب منشه اعصابی که در ساحه مورد نظر ما میبینیم که مورد هدف ما هست که این عصب است. این عبارت از عصب L5 است که میبراید در یک سطح پایان تر. شما اگر ببینید من سطح L5 خود قرار بتم در سطح L5 وقتی که من کانال بین الفقری را میبینم عبارت از اینی اعصاب است و این اعصاب در خود کانال مشکل نداره بلکه این اعصاب عبارت از در قسمت زوج خود یا در قسمت بالاتر وقتی که در تماس با چیز می باشه با دیسک پروتروژن دیسک به طرف چپ قرار داره یک تماس خفیف داره و در اینجا من میبینم. مقطع T1 برای من خوبیش در است وقتی که من ایره بزرگ کنم و ببینم در ساحه L4 و L5 که اینجا هست یک اندازه سیگنال شحم میبینم. سیگنال آب خاموش میشه و سیگنال شحم میبینم که خود اعصاب L4 و L5 که هست در این سطح این به طرف راستش البته طرف چپش عبارت از این طرف است که اگر ببینیم طرف چپ خود قرار بدیم اینجا هست این مشکل نداره و همچنان اعصاب L5 ما که پایان تر میبراید در کانال کدام مشکل نیست بلکه بالاتر از کانال در ساحه زوج خود یا در رسس خود اینا یک تماس داره با یک دیسک که بین L4 و L5 پروترود کرده و برآمده. پیش این حالت ما مریض باید از نظر کلینیکی ببینیم که آیا خود اعصاب L5 در سطح پایای مریض کدام مشکل حرکی را داده یا نه. اگر نداده باشد میتونیم مریض به شکل سرجیکل یا کانزرواتیو با تداوی دوایی مشکل دردش را برطرف کنیم. همچنان از استرخاء‌دهنده های عضلی استفاده میکنیم چون در این ساحه نه تنهایی که خود دیسک برآمده بلکه در مقابل دیسک هم عکس العمل ساحوی از نظر از این که عضلات با درد عکس العمل نشان داده. یک اندازه تنشن زیاد است. تنشن را باید کم کنیم. مریض را بگوییم تا از بلند کردن وزن جلوگیری کنه از حرکاتی که سبب میشه تا ای که فشار بالای قسمت همین دیسک بیاید و سبب بیرون برآمدگی دیسک به شکل زیادتر شوه او را جلوگیری کنه. از استرچینگ میتونیم استفاده کنیم بگوییم خداویزان کنن. اکثرا زوایایی که میگن مثلا در افغانستان بهترین حالتش میتونه شوه که یک چارپایی را به شکل 40 یا 45 درجه قرار بده پای خود با اینجا قرار بده سر خود پایان بانه و این سبب میشه آهسته آهسته استرخای عضلی به وجود بیاد سطح کمرشان و از طرف دیگه این مریضا با تداوی آنتی اینفلاماتوری میتونه تا یک اندازه جواب بده. البته باید در نظر بگیریم که مقدار دوای آنتی اینفلاماتوری خود باید در نظر بگیریم که مشکل معده برای مریض نته. از استروئیدها استدباب نداره و کدام بهتر بودن یا نسبت به تداوی غیر استروئیدی کدام بهبود را مریض حاصل نمیکنه و ای که باید جلوگیری شود به خاطر که اوستیوپوروزیس به خاطر که مریضا که اکثرا حرکاتشان کم میشه مشکلات دیگه بهشون به وجود میاد دیابتس اوستیوپوروزیس و همچنان تخریش در سیستم معدی مائی اگر همزمان با نان استروئیدال آنتی اینفلاماتوری
تداوی کنیم. مریضا را باید از نظر روانی کمک کنیم تا بگوییم که اونها این حالت میتونه پیششان گذری باشه، اما میتونه 6 ماه الی 1 سال دوام کنه تا آهسته آهسته بهبود حاصل کنن. گپی که مهم است، مریض باید وزن خود کم کنه، حرکات را استفاده کنه تا اینکه استرچ یا به حساب استرخای بین ساحه به وجود بیاید. کمرشان باید از نظر حرکات باید از نظر عضلی قدرت عضلی بیشتر را پیدا کنن، خصوصا از عضلات شکم مهم است. کسایی که شکمشان بزرگ است اونا اگر وزن خود کم کنن سبب میشه تا عضلات خدامی قوی شود و سبب شود تا اینکه امی فشار بالای سطح اکسیال یا قسمت اکسس وجود که بارد از کمر است کم بیاید. تشکر از توجهتان و اگر این ویدیو براتان مفید واقع شد میتونین با دوستایتان شریک کنین و همچنان کانال ما را سابسکرایب کنین. شب و روزتان خوش.